42. تبلیغ رسانیدن. در اسلام تبلیغ این رسانیدن فهمش درست وحی الهی به مردم است و آن فرض یعنی برای هر یک انسان واجب می باشد. اصولهای گوناگونی رسانیدن وجود دارند و شرط نیست که شخص حتما خودش سخن گوید یا نویسد. پهن کردن موادهای الکی آماده شده نیز تبلیغ یعنی رسانیدن و دعوت به شمار می رود. با این همچنین صرف کردن مال برای پهن کردن اسلام داخل می شود. باید دانست که تبلیغ معنای آن را ندارد که باید بسیار کتاب نوشت یا بسیار سخن گفت، بلکه تبلیغ این رسانیدن وحی الهی به مردم است که فهمش درست آن نیز به آن داخل می شود. در حدیث آمده است عن عبدالله ابن عمرو ان نبی صلی الله علیه و سلم قال، از عبدالله ابن عمرو روایت شده است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بلغوا عنی ولو آیه، بلغوا پهن کنید، برسانید. تبلیغ پهن کردن، رسانیدن است. عنی از جانب من، از من، ولو آیه حتی اگر یک آیت هم باشد. این امر پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. این حدیث نشان می دهد که تبلیغ این رسانیدن و پهن کردن وحی می باشد. ساختن فیلم ها، نوشتن کتاب های بسیار یا گفتن لطیفه ها، هزل و شوخی ها تبلیغ نیست. همچنین دعوت کردن به یگان مذهب، مسلک، فرقه یا گروه ها نیز تبلیغ به شمار نمی رود. عموما تبلیغ این رسانیدن فهمش درست وحی الهی به مردم است. اگر شخص خودش خواهد می تواند آن را مستقلانه انجام دهد یا موادهای الکی آماده شده را پهن نماید. همچنین دعوت به جماعتی که در آن مردم اسلام را درست می‌فهمند تبلیغ به شمار می‌رود و این از اسباب حسابیده می‌شود. بسیار آدمان هستند که به نام تبلیغ به مردم حدیث‌های باطل و بی اساس را نقل می‌کنند، در حالی که جایز نیست حدیثی را به دیگران رساند مگر آنکه با یقین معلوم شود که آن حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. وقتی انسان در دین به دلیل سخن میگوید، این نسبت دادن دروغ به الله عز و جل نمی باشد. از این رو در همین حدیث که درباره تبلیغ ذکر شده است، بعداً پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. حدیث صحیح بخاری 3461. و من کذب، و هر کس دروغ گوید یعنی ساخته برآورد، علی بر من، متعمدا قصدن، فلیتبوأ مقعده من النار، پس جایگاه خود را در آتش آماده کند. این را پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای آنها فرموده است که دعوت میکنند، سخنرانی میکنند، درباره دین حرف میزنند و حدیثهای ثابت نشده را نقل مینمایند تا بدانند که چنین کار عاقبت بسیار خطرناک دارد.